سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به گیم ترسناک، یعنی آمنتی. نمیدونم آمنتیه ولی میدونم که باید به عنوان یک عکاس وارد اهرام ثلاثه مصر بشیم و خیلی همین گیم ترسناک. پس برای اینکه من از قبض روحی در بیام، با کامنت ها و لایک های خوشگلتون منو از قبض روحی در بیارید. خیلی نمکم. و اینکه مریضم هستم. پس بریم که ویدیو رو ببینیم. خب دوستان عزیز، من یه نیو گیم ساختم و دیدم که خیلی این گیم و بریم. آمنتی، عراق، سال 1979. عجب گیمیه. میگه که اومدم عکاسی کنم از در دیوارا و عکاس هستم، عکس میگیرم با بنز. گیمو بچه ببینید چقدر به فکرتونم که با مریضی شدید اومدم ویدیو بسازم. الان هودی تنهایی بچه، فکر نکنید پاییزا مثلا زمستون این ویدیو، نه. الان ما فکر کنم 17 شهریوریم، 20 شهریوریم، ولی من انقدر سردمه یخ کردم، کول پالمر شدم. صدای چیه آجی؟ هواپیماه بوینگ. چقدر باید راه بریم حالا. حاجی من دوست دارم یه بار برم اهرام مصر و واقعا ببینم اینطوری که این همه میگن هست یا نه، اصلا کریپی نیست. شب شد حاجی. اوه آها، با راست با چپ کلیک باز کردن این درها. خب شروع شد دیگه، قشنگ دیگه رفتیم تو خود گیم سیو. علی چقدر خوفه اینجا. Bring danger of death enter at your oven reach this tomb. بکنم میگفت اینجایی که داریم میریم، این قسمت برای آدمایی که فوبیای جای تنگ و تاریکو دارن مناسب نیست. و اینکه همین صلواتم آخرش بود. اینا راست کلیک هم میشه عکس گرفت. به فعلا یه دونه عکس های مهم و تاریخی ما اینجا گرفتیم. اوه اینو آخناتونه. این کیه؟ اوه 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 چه باید تا میتونیم عکس مکس بگیره این دوستان. خب یه کردم آجی.
خب چیکار کنم حالا؟ حاجی این گیمو تنهایی نمیشه پلی داد. از همه چی هم عکس میگیره. خوبه. فلش لایت نمیده بهمون؟ اگه نمیده چه قرار پلی بدیم حاجی اینجا رو؟ میشه بازی کرد. نه اینو باید این عکس میگرفتیم فکر کنم. این دیگه هم چپش داره. ای بی ناموس. خب داره اذیت میکنه. خب این چیه الان اینجا؟ What the f... فلش لایت داد. فلش لایت داد. این یعنی به محض. این یعنی آقا اینا اینجوری نبودن سید. اینا اینجوری بودن. ایطور یه عقب گرد بزن جان من. از الان دیگه شروع شد دیگه این گیم شریح شروع شد. عیاد صورتمون الان. عینم که عکس نمیگیره. اینجا رو بخون ایطور. ترجمه ها یاد نره ایطور. خب چی فوت کرد؟ گیم سیفت. فکر کنم تو اون نوته نوشته بود که اینجا هانت شده و مثل اینکه دیگه خیلی جنی منی و دیگه عواقبش پای خودت اگه به اینجا اومدی. تو داشت ما عواقب نمیشناسیم. پاکن دلقک. اینا چی هن؟ خب اصلا برای چی اومدیم اینجا ما؟ خب خودت الان کرمت میخوره اومدی تو این گیم. حاجی پاز نمیشه گیم. واو عکس خیلی بد برمیگرده حاجی. نگاه قرآن مجید بخواد اینجوری ادامه بده سرویس میشه. اصلا بیبندم ویدیو رو. حالا هر جا میریم یه دونه اینا هست. شت اینو میگه که این عروسک 4000 سال قدمت داره. عالی. خب من که میدونم قراره جامپ اسکیر بخورم. برای چی میای گیم ترسناکی پلی میدی که
دهنت سرویس چه سرت چی گفتم؟ چاه یا علی عکس نمیگیره آجی؟ اینا چی؟ نوت What the fuck؟ الو چه خبره؟ بابا این چیه دیگه؟ زلیخا آجی؟ نه 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 برو همینجور تو کمپ کن بشین فلش لایت هم خاموش کن. با چیه؟ اف خاموش نمیکنه. اوه آجی دیگه اینقدر تخمی قراره بیاد صورتمون. خیلی رندوم اومد نشست رو. به چه پله هایی. اوی اینا رو عکس دیگه نمیگیره آجی فکر کنم مرحلهش مثلا تو یه جایی بود عکس بگیره بعدش چی کلا عکس نمیگیره. حاجی ناموسا اینجوری نباشه بیاد دهنمون سرویس میشه. شت وای. خب الان یکی الان میاد دورمون زنی که میاد صورتمون که آقا نبودی همچین چیزی اصلا. هی از پشت میاد میذاره درمون میره. خیلی هم عالی. چقدر خوب دیگه تمام دیگه الان اینم آزاد میشه. بابا این از کجا اومد؟ این نبود. اوه اوه اوه. آقا این که الان خب کرم داری. وای این یوزارسیفه فکر کنم. چی گویی بخوریم الان؟ آها باید عکس بگیریم. بابا دن سرویس خب اومدی برینی تو مصر ناموسن چه گویی میخوای بخوری؟ بیا اومد پازم نره. بابا دهنه تو سرویس. حاجی چه تلپورت کردیم. خب این که دیگه کلا این داشتمون دیگه کلا عکس نمیگیره. ایوارو حاجی تمی الان انگار مثلا ریختن زندگی دارن میکنن. سید چه کنیم الان؟ دیگه الان با اینو بزنیم. چرا با نمیشه به چیه اون نامه است؟ خب
حالا جدی باید همچین گنگکاری هایی رو تمیز کنیم اینجا. الان چه خبره تو این گیم؟ یه گیم سیو بزن ما رو نجات بده بابا، دهنتون. علی فرش هم که فرش ایرانی ها در نگهبان داره حاجی. آقا اینجا الان خب معلومه یه شاهی داره، پادشاهی داره. چرا کون داریم من اومدیم اینجا؟ خب الان ما احتمالا باید این نامه ها برداریم دیگه. چی هن اینا؟ خب نوت. ای وای، الان میریم میبینیم جامپ اسکر زنه. چی شد؟ خودتو چشاتو ببر فقط برو. چقدر میشه این گیم دیگه. بریم. واس چه خوش یه لاجی ناموسن. بچه استرس داره خیلی گیم سم ناموسن. گیم سیف. چجوری من دووم آوردم تا اینجا؟ خب بدبختی شروع شد. بیا سینم انش تموم شد، شما هم روشنه و هیچی دیگه. خیلی هم عالی. خب این چه معنی میده آجی شما مثلا روشن باشه؟ اینا تو همه خونه های ایرانی هست. قفل. حاجی این دیگه عکس نمیگیره دیگه بالکل. شت. واه حاجی اینا میذارن. فرار کرد که. بابا دهنتو من. میریم دیگه، کاری نمیتونیم بکنیم به جز رفتن. درش هم باشت. به همه داره یه دور انگولک میکنه. چک نکردیم حاجی همه جا رو. بذار یه دور اینجا رو هم چک کنیم. چیه این؟ علامت حاجی. احساس میکنم که اتفاقهای ناخوشایندی قراره تو این گیم بیفته. این دیگه همینو بریم. این زیرش چیزی نبود؟ نه. امیدوارم این گیمایی نباشه که بخواد بریم قایم شیم و دهنمون سرویس چه سرش. امیدوارم اینا نباشه که من اصلا نمیتونم پلی بدم. خب
این فکر کنم ما باید بریم علامت بذاریم سر این حاجی. دهنمون سرویسه که. اینا What the fuck. برو فقط برو. اینجا بود علامته. نه این نی. نقش و نگارایی که دارید میبینید و یا اولی. خب الان که ما اینجوری سرویسیم بخوایم بیا هر چیزی باید یه بقایی بدیم. شونه مادرت یوسف فقط کمک کن. جدی الان باید از کی کمک بگیریم یوسف؟ تو صورتم خایه کردم. این موند رو دستمون هاجی. بگاه رفتیم. 4 ساعت اومدم دارم این گیم رو پلی میدم. آها اوه میریم الان تو تخیلی یا حسین زبونو برو فقط فرار کن. چی داشت اینجا؟ هیچی نمیتونی فرار کنیم. فقط برو دیگه جدی دیگه فقط سیکشتیر تو بزنه اینجا. حاجی جدی دیگه باید چیکار کنیم الان؟ بیا اوی بچه من حرکت نمی کردم وای حاجی غرق شدیم چرا؟ واه جدی چه خوشگله اینجا. وای ادیتور ناموسن اونجا رو یه بار دیگه نشون بده. خیلی بد اومد تو صورتم. انتظار هر چی رو داشتم به جز این که اینجوری به صورتم. که دیگه آدم فضایی هن دیگه. دیگه همینو باید چیکار کنیم؟ بریم تو آب. گیم سیفت تموم شد دیگه. تموم نشد دوباره رفتیم تو گیم. هیچی نمیبینم حاجی کورم. اینها فلش لایت دیگه. این ای بابا باز ما رو آورد اینجات. میگه فکر کنم این فقط یه
درام بود، یه دریم، یه خیال. خب ای کاش نبود، الان ما رفته بودیم بیرون. این چشم دیاجی همه کار با من کردن، دستبردارم نیستن. دوباره برگشتیم به همون جای قدیمی. نریم تیر پرچی حاجی. نمیخوام ببینم، نمیخوام بازی کنم آقا، ول کنید منو، گاییدید منو. وای حاجی، این گیم دیگه داره تخمی تخیلی آشغال میشه. الان میاد. 1000 تا شد. بذار از دست راستمون اعتماد بگیریم. بیا عشق. اوه شت. یکاش با جاش نمی اومدیم حاجی اینجا. الان میاد. برو دیگه، من که دیگه از سرم گذشت دیگه. دهن سرویس، دهن منو سرویس کردی. فقط من یه چیزی میدونم، شاشیدم تو این گیم. چپ یا راست؟ راست. دوباره میریم چپ، دوباره میایم چپ، دوباره میایم چپ، دوباره میایم چپ. اوه حاجی، این همون چیزی بود که اول بازی دیدیم. الان میاد تو صورتمون. حقیقت هیچی، الان منتظرمونه که بیاد تو صورتمون. 42 دقیقه است دارم رکورد میکنم. من اوه یاجی آخناتونه که این
داره گریهش در میاد. این چیه؟ بچه من بدنم داره گوز پامپ میشه. یا علی یا حسین، این بلند نشه. هر بابا مادرتو. آخه این چیه؟ این گیم رو برای چی پاش شدم دارم میام؟ الان دیگه فکر کنم این یه دریم بود. این برو سرویس شدیم بابا، از هر دری میریم میاد صورتمون. چه قلبم درد میکنه اینو. چرا تموم نمیشه این گیم؟ جدی چرا؟ معما درست شد برامون. خب معما دیگه، معما داریم. یه دونه اینه، 3 تا چشمه. دوباره اینه، 2 تا اینه، یه دونه مار. بعدی گل. الان نگاه اینجا باید یه عکس بگیریم اول. خب اول یه دونه ماره که بعد میشه 3 تا چشم. این یه دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا. بیایم رویم. حالا 2 تا صلیب، 4 تا شیر. آخرش هم یه دونه، آخرش 2 تا گله، یه دونه مار. خوبه. ای بابا سرویس شدیم آجی. دیگه نمیترسم چون چشامو بسته بوده. بیناموس دلقک. هر سرویس کردید منو. باز از اینا. یا گیم داره قشنگ اشاره میکنه به دستکاری شدن. بیا نوت اک. خب بیا الان پشتم نگاه کنم. بیا برم. میرم. چشام بسته است.
آدرنالین افتضاح بالا. خب کچی بابا دیگه داره تخیلی میشه این گیم. بس دیگه بابا 52 دقیقه است دارم رکورد کنم. به فکر من نیستی، فکر خودت باش. خب الان فکر کنم باید برم اون رو بذارم ها. آره نظر جی گود گیم دیگه تموم شد. دوستان عزیز بنازم دیگه تمومه. چشام میبندم میرم. چشام بسته است. من چشام بسته است. تموم شد. پشمام. این گیم قشنگ رسما داره شفاف سازی میکنه. حاجی شیما کاتوزیانه. پشمام. میتونی عکس بگیری. چه گیمیه این حاجی. تموم شد. امنتی تموم شد بچه‌ها. این گیم چریح به پایان رسید دوستان من و واقعا حاجی بچه‌ها یه سری از قسمتاش اگه توجه کنید من اصلا پرت می‌شدم انقدر از ترس زیاد و دستام هم خود به خود میومد جلو صورتم. واقعا خیلی حال داد و امیدوارم که شما هم لذت برده باشید از این گیم و به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. با لایک و کامنت های زیبایتان من را خوشحال کنید. بچه‌ها آیدی اینستا هم براتون میاد، میتونید اونجا هم فالو کنید. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.